دشمنان اسلام کور خواندن، اشتباه کردن. همان ابوبکر و عمر و عثمان و علی و صحابه بزرگواری که در صدر اسلام جواب دندان شکن بر آن ملحدین و انسانهای مستکبر و متکبر دادن و بر مشت کوبنده بر دهانشان زدن، امروز نسل ابوبکر و عمر و عبیر و پیروان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عاشقان جام شهادت می نوشند و از رهبر خود دفاع می کنند. ارتباط به محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. رسول الله کیان؟ رحمت للعالمین. خدای تبارک و تعالی می فرماید و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ما تو را نفرستادیم ای محمد مگر رحمت برای عالمیان. امروز جهان غرب، کشورهای اروپایی مجسمه و عکس رسول الله را انداختن و بر سر رسول الله بم گذاشتن که این محمد است و پیروان محمد ترورستن. امت اسلام باید بیدار باشند. رسول الله رحمت للعالمینن. رسول الله در دنیا عزت و شهامت و عزت و آفرینش برای جهانیان آورد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنوز پیامبر نشده بود، دوران جاهلیت بود. دورانی بود که دختران را زنده به گور می کردن، فقرا و مستضعفین پایمال می شدن، اکثر مردها غلام و اکثر زنها کنیز و برده شده بودند. رسول الله آمد همه را آزاد کرد. برای جهانیان عزت و آبرو، شرف و عظمت و بزرگی رحمت للعالمین آورد. سعادتمندی دنیا و آخرت را رحمت للعالمین برای جهانیان آورد. اما امروز آن کسانی که ضربه از دست شاگردان مکتب محمد رسول الله خوردن، امروز میخواهند انتقام 1400 سال قبل را از امتش بگیرن. کور خواندن، اشتباه کردن. رحمت للعالمین شخصیت خوردی نیست. خداوند میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. همانا خدا و ملائکه خدا بر پیامبر درود میفرستند. محمد رسول الله کسی نیست. محمد رسول الله شخصیت است که به غزوه بدر زمانی که دستان خود را بلند کرد گفت یا الله اگر این لشکر کوچک شکست بخورد دیگر فتح و نصرت و پیروزی از آن مسلمین نخواهد شد. یا الله اگر این لشکر شکست بخورد دیگر در روح زمین پرستش نمیشوی. رسول الله شخصیتی بود که به یک آن واحد 5000 ملائکه به خدمت رسول الله آمد. 3000 ملائکه با شمشیرهایی که از غلاف بیرون بود به خدمت رسول الله آمدن. یا رسول الله ما به خدمت تو هستیم. پس باید همه من و شما ارتباط به محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در غزوه احد زمانی که مسلمان ها در آن نبرد که با دشمنان اسلام روبرو می شوند، در غزوه که کاکای رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حضرت حمزه سید الشهدا جان شیرین خود را فدای اسلام می کند، جان شیرین خود را فدای اعلای کلمت الله می کند، حضرت حمزه را مصلح می کنند، گوش و بینی حمزه را بیرون می کنند. به خاطر چی؟ به خاطر امت اسلام و سرفرازی امت اسلام، به خاطر اعلای کلمت الله. محبت صحابه بر از پیامبر بزرگوار اسلام چگونه بود؟ برادران عزیز و بزرگوار، ما باید با رسول الله عاشق باشیم. ما باید با رسول الله صلی الله علیه و سلم عهد و پیمان ببندیم که یا رسول الله تا قطره خون داریم از تو دفاع میکنیم. شهامت یک زن، عشق و علاقه یک زن در صدر اسلام نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم.
زمانی که در غزوه احد زنی بود از مدینه منوره، شوهرش، برادرش و پدرش در غزوه احد شرکت میکنند. یک زن شوهر و برادر و پدر خود را به احد همرکاب رسول الله میفرستد. زمانی که از مدینه برمیگردند نزدیک مدینه منوره شایع می شود که رسول الله کشته شده اند. نزدیک مدینه شایع می شود این زن بیرون می شود سراسیمه، هر طرف نگاه می کند، جنازه پدر را می بیند توجه نمی کند، جنازه شوهر را می بیند توجه نمی کند، جنازه برادر را می بیند. میگویند از تو 3 کس شهید شده، میگه همه صبرش مشکل نیست، از رسول الله برایم بگویید. عشق و علاقه یک زن، شوهر شهید میشه، برادر شهید میشه، شوهر شهید میشه، میگه از رسول الله برایم بگویید. رسول الله را نشان میدهن، رسول الله را نشان میدهن. اون زن میره در کنار رسول الله، دامان رسول الله میگیره، میگه یا رسول الله بعد از مصیبت شما همه مصیبت برایم آسان هست، اما مصیبت شما را تحمل کرده نمیتوانم. این عشق و علاقه یک زن برای رسول خداست. اون زنهای صدر اسلام، اون عشقی که با رسول الله داشتن دنیا از اونها میترسید. حضرت ابو طلحه یکی از اصحاب رسول خداست. در غزوه احد چی میگوید؟ یا رسول الله من را پیش روی خود سپر قرار بدهید تا اینکه اگر تیری میآید به سینه من بخورد نه به سینه شما. این عشق و علاقه صحابه نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. ابو دجانه یکی از اصحاب رسول خداست. در غزوه احد زمانی که از هر طرف دشمنان بر رسول الله هجوم می آورند، اینجا ابو دجانه اون صحابه جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم رسول الله را به آغوش می گیرد. از هر طرف تیرها بر جان ابو دجانه اصابت می کند و آن نمی گذارد یک تیر به رسول الله برسد. امروز دشمنان اسلام چقدر تیرها را بر جان رسول الله میزنند. امروز دشمنان اسلام از کجا جرأت پیدا کردن که به ساحات مقدس منجی عالم بشریت، به اون گوهر پاک، به اون جسمی که فرمود انا من نور الله والخلق من نوری، من از نور خدایم و خلق از نور من است، برایشان کی جرأت داده است؟ امروز باید امت اسلام برای تمام جهانیان نشان بدهند که ما به واقعیت پیرو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشیم. سروران عزیز و بزرگوار، باید ارتباط به سوره کوثر متوجه باشیم. خداوند می‌فرماید انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر را عطا کردیم ای محمد. متوجه باش که اون آصد نوائل و کسانی که برای تو زبان درازی میکنن اونها بدانن که عزت و سرفرازی و سربلندی از آن محمد و پیروان محمد است. العزت لله و للرسول، عزت از آن خدا و از آن پیامبر و از آن مؤمنین هست. العزت لله و للرسول و للمؤمنین.